بنده کی؟ بنده خدا. امت کی؟ امت محمد مصطفی. دوست داری کی؟ دوست چه با مذهب کی داری؟ مذهب امام اعظم. از ملت کی؟ از ملت ابراهیم خلا. از شاعران کی را از میشناسی؟ شاعران عمر عثمان ابوبکر حیدر. در دهنت چیست؟ کلمه شهادت. در بینیت؟ روی محمد. در چشمات؟ نوری محمد. در سرت؟ سچی دولت. در گوشات؟ از آن قامت. در دستات؟ خیر سخاوت. در پشتت؟ بار شریعت. در پاات؟ پای بطهره. دینت چیست؟ اسلام. کتابت چیست؟ قرآن. نامهای خداوند چند تا؟ 99 تا. کدام حضرت روزی بطورش کرد؟ حضرت ابراهیم. کدام حضرت به پدر به اونده تالشده؟ حضرت آدم. حضرت آدم که تالشده؟ روز جمعه. که دینی با بیش رفته؟ روز جمعه. کدام حضرت به پدر تالشده؟ حضرت عیسی. نام چه حضرت عیسی؟ مریم. کدام حضرت سرشان شجد تطیق داره؟ حضرت علی. حضرت محمد چند سال به در دنیا گذشت؟ 63. بعد چند سال اومدی؟ 90 سال. برای 60 سال اومدی؟ 4 سال داشتم معراج گذشت. داشتم معراج گذشت. حضرت محمد در شب معراج در یکم آسمان با کدام حضرت بخود؟ و حضرت آدم. در دیم آسمان؟ در دوم آسمان خدای حضرت یحیی و حضرت عیسی. در سوم آسمان؟ در سوم آسمان خدای حضرت یوسف. در چهارم آسمان؟ در چهارم آسمان خدای حضرت ادریس. در پنجم آسمان؟ در پنجم آسمان خدای حضرت هارون. در ششم آسمان؟ در ششم آسمان خدای حضرت موسی. در هفتم آسمان؟ در هفتم آسمان خدای حضرت ابراهیم. حضرت محمد چند سال بعد زن گرفت؟ 5 ساله. خدیجه چند سال گرفتش؟ 40 ساله. چند سال زندگی کردن؟ 20 سال. چند کودک داشتن؟ 7 تا. چند بچه چند دختر؟ 3 بچه 4 دختر. نامای بچه هاش؟ سعید قاسم عبدالله. نامای دختراش؟ زینب رقیه کلثوم و فاطمه. نام بچه حضرت محمد؟ آمینه. نام آتش؟ عبدالله. نام دایش؟ حلیمه. ستون دین چیست؟ نماز. زکات بدن چیست؟ روزه. دشمن نماز قرآن کیست؟